سلام به شما. تا حالا براتون پیش اومده که جلوی قفسه خمیردندونا توی فروشگاه بایستید و از این همه تنوع کاملا گیج بشید؟ سفید کننده، ضد حساسیت، ضد پوسیدگی، اصلا کدوم به کدومه؟ خب امروز قراره با هم این دنیای شلوغ رو یکم مرتب کنیم و ببینیم کدوم خمیردندون واقعا برای ما ساخته شده. بسیار خوب، پس بیایید بریم سر اصل مطلب. سوال کلیدی همینه. بین این همه مارک ایرانی و خارجی که توی بازار هست، کدوم یکی دقیقاً برای دندونای شما مناسبه؟ قراره با هم به جواب این سوال برسیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ اسم و برند، خیلی مهمه که اول بدونیم اصلاً توی یه تیوب خمیردندون چی پیدا میشه. اگه این ترکیبات اصلی رو بشناسیم، انتخابمون خیلی آگاهانه تر میشه. اولین و شاید بشه گفت مهمترین ماده فلوراید. فلوراید مثل یه قهرمان برای دندونای ما عمل میکنه. کار اصلیش اینه که مینای دندون، یعنی همون لایه محافظ و سخت رویی رو تقویت کنه و نذاره به این راحتی یا پوسیدگی سراغش بیاد. تقریباً هر خمیردندون معتبری که پیدا کنید فلوراید داره. خب بعد از اون میرسیم به مواد ساینده. از اسمش نترسید. اینا در واقع ذرات خیلی ریزی هستن که کارشون تمیزکاری فیزیکیه. مثل یه جور اسکراب ملایم برای دندون‌ها میمونن که کمک میکنن پلاک‌ها و لکه‌های سطحی از بین برن. و بالاخره دترجنت‌ها. میدونید اون کفی که موقع مسواک زدن درست میشه کار کیه؟ دقیقاً همین دترجنت‌ها. این کف کردن فقط برای حس خوب تمیزی نیست. واقعاً کمک میکنه که خمیردندون به همه گوشه و کنار دندون‌ها برسه و کارش رو درست انجام بده. خیلی خوب، حالا که با الفبای خمیردندون‌ها آشنا شدیم، وقتشه ببینیم برندهای خوب ایرانی برای نیازهای مختلف چه گزینه‌هایی روی میز گذاشتن. یکی از دغدغه‌های همیشگی خیلی از ماها داشتن دندون‌های سفیدتره. اگه شما هم از لکه‌های چای، قهوه یا چیزای دیگه روی دندونتون خسته شدید، خمیردندون میسوک میتونه یه انتخاب فوق‌العاده باشه. نکته جالب در مورد میسوفیک اینه که نه تنها خیلی سریع اثر سفید کنندگیشو نشون میده، بلکه فرمولاسیونش طوریه که به مینای دندون و لثه هاتون آسیبی نمیزنه. تازه از به وجود اومدن لکه‌های جدید هم جلوگیری میکنه و نفستون رو هم حسابی خوشبو میکنه. ببینید، فرایش مینای دندون میتونه باعث حساسیت و کلی مشکل دیگه بشه. اگه حس میکنید مینای دندون هاتون ضعیف یا آسیب دیده شده، برند فارمد یه راه حل خیلی جدی و علمی برای این موضوع داره. اما فارمد چطوری این کار رو میکنه؟ راز کارش توی ماده‌ای به اسم هیدروکسیآپاتیت هست. جالبه بدونید که این دقیقاً همون ماده معدنیه که ساختار اصلی مینای دندون ما رو تشکیل میده. برای همین به طور طبیعی به بازسازی دندون کمک میکنه و حتی التهاب لثه رو هم کم میکنه. تا حالا شده با خوردن یه بستنی یا نوشیدن آب سرد یهو دندوناتون تیر بکشه؟ این همون حساسیت دندونیه که خیلی‌ها درگیرش هستن. برای این مشکل برند ایرانی بنسر یه محصول تخصصی و کاردرست داره. خمیردندون بنسر دقیقاً برای آروم کردن عصبای حساس دندون طراحی شده. فرمولش هم ژله‌ایه و طعم نعنای خیلی خوبی داره که حس تازگی میده و همزمان مثل یه سپر از دندوناتون در برابر تحریک‌های بدی محافظت میکنه. خب تا اینجا با چند تا از بهترین‌های ایرانی آشنا شدیم. حالا بیایید یه نگاهی هم به چند تا از گزینه‌های محبوب و شناخته شده خارجی بندازیم. بیایید قبول کنیم که اصلی ترین دلیل مسواک زدن جلوگیری از پوسیدگیه. توی این زمینه سیگنال یکی از قدیمی ترین و قوی ترین برندهاست که فرمولاسیونش واقعاً برای مبارزه با پوسیدگی ساخته شده. نکته مهم در مورد سیگنال اینه که فقط تمیز نمی‌کنه، با خاصیت آنتی باکتریالی که داره به جنگ باکتری‌هایی میره که باعث پوسیدگی میشن و در کل ساختار دندون رو در برابر حملات اسیدی خیلی مقاوم‌تر میکنه. اما اگه مشکل شما جرم و لکه‌های تیره سرسختی که به این راحتی‌ها پاک نمیشن، خمیردندون ویزیبل وایت از برند کولگیت یه محصول تخصصی و حسابی قویه که دندون پزشکام تاییدش میکنن. این خمیردندون به طور ویژه برای هدف قرار دادن جرم و لکه‌هایی ساخته شده که پاک کردنشون سخته. با این حال برای استفاده روزانه کاملا آمنه و رایحه خیلی خوبی هم داره که به رفع بوی بد دهان کمک شایانی میکنه. بسیار خوب. حالا میخوام یه نکته خیلی تخصصی بگم، به خصوص برای دوستانی که سیگار میکشن و با چالش‌های خاص خودشون روبرو هستن. خب همه میدونیم که سیگار کشیدن باعث ایجاد لکه‌های زرد و قهوه‌ای روی دندون میشه که پاک کردنشون هم خیلی سخته. به خاطر همین خمیردندون‌های معمولی شاید قدرت کافی رو نداشته باشن و اینجا به یه محصول قوی‌تر نیاز داریم.
اما اینجا یه نکته فنی خیلی مهم وجود داره. قدرت پاک کنندگی یه خمیردندون با شاخصی به اسم RDA سنجیده میشه. RDA مخفف میزان سایندگی نسبی عاج دندان هست. خیلی ساده بگم، هرچی این عدد بالاتر باشه، خمیردندون قوی‌تر و ساینده تره. و این همون عدد طلاییه که باید یادتون باشه. 250. طبق استانداردها میزان RDA خمیردندون شما حتماً باید کمتر از 250 باشه. اگه از این حد بالاتر بره، ممکنه به جای تمیز کردن به مینای دندونتون آسیب بزنه. پس یادتون باشه، قدرت بیشتر همیشه به معنی بهتر بودن نیست. خب فکر کنم حالا اطلاعات خوبی داریم. بیایید همه اینها رو یه جمع‌بندی سریع بکنیم تا موقع خرید بتونید خیلی راحت بهترین انتخاب رو برای خودتون داشته باشید. این جدول یه جورای تقلب نهاییه. اگه دنبال سفید کنندگی هستید، میسواک ایرانی و کلگیت خارجی گزینه‌های عالی هستن. برای ترمیم مینا، فارمت واقعاً انتخاب ویژه‌ایه. برای حساسیت بنسداین کارتون رو راه میندازه و برای پیشگیری از پوسیدگی و رفع بوی بد دهان علاوه بر سیگنال، برندهای خوب ایرانی مثل پرودنتین و فریسی هم هستن که عملکرد خیلی خوبی دارن. و در نهایت همه چیز به خود شما بستگی داره. حالا شما با ترکیبات اصلی آشنا شدید و میدونید برای هر نیازی چه برندهایی وجود دارن. الان میتونید با اعتماد به نفس کامل خمیردندونی رو انتخاب کنید که انگار دقیقاً برای شما ساخته شده. خب انتخاب شما چیه؟